ببین من بخوام اگر به این سوال پاسخ بدم که آیا رقص میتونه به زندگی ما کمک کنه یا نه، میرم یه مقدار عقب‌تر، یه مقدار که خیلی بیشتر. میرم به زمانی که واژه هنر اصلا شکل گرفت، یعنی به یک معنایی، به یک فعلی ما یک واژه‌ای رو دادیم به نام هنر. هنر خب ریشش از هنر میاد، همون شکلی که ادبیات نخستینش بوده، و هنر به معنای مهارت. هر مهارتی که انسان به دست میاره بهش میگن هنر. چون سیستم ابتدایی خب به نجاری میگفتن هنر، به آواز، به نوشتن، به خواندن، به هر شکلی از مهارت میگفتن هنر. نکته دومی که وجود داره میخوام بگم بهش، مهارت به چی میگن؟ از نظر ساختاری ذهن ما وقتی یک تجربه ای رو، یعنی یک فعلی رو، یک رویدادی رو زیست میکنه، آگاهانه ما بهش میگیم تجربه. حالا وقتی اون تجربه رو تکرار میکنه، خب یک سری داده ها توی ذهن ما شکل میگیره، یک سری سیناپس ها شکل میگیره، یک ساختاری از اون تجربه که داره تکرار میشه تو ذهن ما شکل میگیره. اون ساختار در نهایت به ما امکان بهتری میده که بتونیم اون فعل انجام بدیم. به این اتفاق میگیم مهارت. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی یک چیزی رو تجربه میکنیم، اون تجربه رو تکرار میکنیم، به یک توانایی میرسیم که میتونیم اون فعل رو راحت تر انجام بدیم. به این میگن مهارت. پس هنر یعنی مهارت، و مهارت حاصل تجربه های تکرار شونده انسانه، حاصل اون فرایند زیستیشه. پس هنر چیزی جز یک زیست تکرار شونده نیست. پس به شدت با زندگی در ارتباط. ما حالا اون شکل نخستینی که وجود داشت، هنر بخشی از زندگی ما بود به عنوان انسان، و ما توی اجتماع، توی روزمره به هر شکلی از هنر بهره می‌برد. یه مقدار که حالا جهان این سیر رو اومد جلوتر و این توی سیر تکامل مسیری که شکل گرفت، این تنوع، این تخصص کاری که کرد این بود که هنر یه مقداری انتزاعی شد، یعنی جدا شد از زندگی، رفت یک فعل فانتزی شد ورای زندگی، برای تفریح، و اون ویژگی های ابتداییش، اون شکل زیستیش یه مقداری رفت توی حاشیه یا کمرنگ شد، یا حتی آدم‌ها این دور زمانه میتونن بگن نه اصلا نمیتونه هنر بخشی از زیست و زندگی انسان باشه یا به زندگی و زیست انسان کمک کنه، که خب یه مقدار پرته ولی خب شنیده میشه، گفته میشه. حالا به واسطه همین ها خب ما یک فعلی داریم به نام رقص. رقص یه هنره، جدا از این یک هنر نخستینه، یعنی بعد از قصه گویی ما رقصیدیم، ساز زدیم. چرا رقصیدیم؟ برای اینکه رقص توی الگوریتمای ما به ما کمک میکرده، به زندگی ما کمک میکرده. چه شکلی کمک میکرده؟ ما اولین شکلای رقصی که داشتیم اینجوری بوده که برای شکار بهتر میرقصیدیم. حالا نمیخوام وارد الگوریتمش بشم، و به همین شکل رقص کاملا با زندگی انسان ارتباط داشته تا امروز، و رقص به شدت به زندگی انسان میتونه کمک کنه. چرا؟ چون یک الگوریتم داره. اون الگوریتم یکی از کاملترین الگوریتم های زیستی انسانه که ما، اون الگوریتم چیه؟ ما یک باوری داریم، یک معنایی توی ذهنمون داریم. وقتی اون باور، اون معنا رو تجربهش کنیم، بهش عمل بکنیم، به ما یک قدرتی میده این فعل. حالا رقص یکی از ابزارهای بشره که کاملترین ابزار بشره که ما بتونیم اون باور رو با عمل خارج از زیست واقعیش تجربه کنیم. ساده تر بگم، به فرض من میخوام اعتماد به نفس داشته باشم، یک باوری از اعتماد به نفس ایجاد میکنم. به فرض به خودم میگم تو خوبی، کافی، کاملی، فلان. این یک باور. من این باور رو برمی‌دارم. حالا میام شروع میکنم به رقصیدن با یک ریتمی، به هر شکلی که دوست دارم. رقص من بر اساس این باور وقتی هست، من دارم این باور رو در اون لحظه زندگی میکنم بدون اینکه مستقیم انجامش بدم. ببین من اگر بخوام مستقیم برم تجربهش بکنم سخت‌تره. من این باور رو برمی‌دارم، بعد میرم توی اجتماع، توی جامعه، و میخوام حالا به فرض توی شغلم اجراش بکنم. سخته دیگه، موانع وجود داره. پس من برای اینکه بتونم به قدرتش برسم میام یه پله عقب‌تر، میرقصمش، باورمو میرقصم. وقتی میرقصم ذهن من، الگوریتم بدنی من اینجوری احساس میکنه که من تجربهش کردم، پس تثبیت میشه براش. در نتیجه من خیلی سیستماتیک اعتماد به نفسم میاد بالاتر، و بعد حالا میرم
به فرض میخوام برم محل کارم، میخوام برم سر کلاس، درس یا هر جای دیگه ای و نیاز دارم به اون اعتماد به نفس، حالا میرم توی زیست واقعی تجربهش میکنم. پس رقص به شدت به زندگی ما کمک میکنه. این یه مثال بود. حالا شما فرض بکنید ما برای تمام افعال زیستی انسان، چه افعال تجربی چه غیر تجربی، میتونیم از رقص کمک بگیریم تا بتونیم بهتر زندگی بکنیم.